مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. سلام، بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. آقا نشد ما یه روز صبح از خواب پاشیم این خبرگزاری‌های داخل ایران رو سرچ بکنیم، اگر خبری راجع به ما زده باشن مثبت باشه. یعنی همیشه ضد من تا خشتک خبر زدن. خب طبیعی هم هست دیگه، وقتی من این همه افشاگری میکنم راجع به سلبریتی ها و نمیدونم بازیگرها و افراد مختلف، خب به هر حال اونا همچین بیکار نمیشینن دیگه. یه سری آدما هم دارن تو خبرگزاری ها و رسانه ها و پیج ها و وبسایت هایی که با 5000 تومان ثبت شده، مثلا 5000 تومان 10000 تومان میدن یه وبسایت ثبت میکنن راجع ما خبر میزنن. اصلا هم مشکل نداره. به هر حال کسی که داره کار افشاگری میکنه باید طاقت این نوع انتقادها رو هم داشته باشه، اما انتقادی که پشتش یه تفکر درست باشه، یه سند درست باشه. حالا به شما میگم که داستان از چه قرار هستش. خبرگزاری فارس که داخل ایران قطعا خیلی از شما اومدش و تو طول 2 هفته گذشته ضد من خبر منتشر کرده و جالبه که هم مکتوب منتشر کرده هم ویدیویی. قربونشون برم. یکی با پوشش افشاگری و پشت پرده نمایی مانند امین فردین و جالبه که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاهی هستش که خیلی‌ها به من میگن تو از اونجا پول میگیری، یعنی کنتور نمیندازه دیگه، مثلا اولین جایی که وصل میکنن اونجاه، حالا بعدش مثلا جای دیگه. حالا به قول این کسایی که خارج از کشورن ایز اوکی. اما سوال اینجاست، آقایون خبرگزاری فارس، شمایی که بودجه میلیاردی میگیرید، چرا با تفکر و منطق درست خبر منتشر نمی کنید؟ الان من به شما بیسوادیتون رو نشون مردم میدم. هرچند اون کسایی که داخل ایران هستن خبرگزاری فارس رو میشناسن که انقدر خبر دروغ منتشر کرد و انقدر از اعتبار خبرگزاری فارس در ایران کم شد که بسیاری از خبرنگارهای فارس رفتن خبرگزاری تصنیم. اکثر سردبیرها و خبرنگارهای توی فارس که بعد از تأسیس خبرگزاری تصنیم چقدر خبرگزاری فارس فشار آورد که خبرگزاری تصنیم رو تعطیل بکنه، چقدر فشار آورد که خبرگزاری تصنیم رو وصل بکنه به سری جریان. هرچند من ازشون اینا دفاع نمی‌کنم، میخوام بگم که گند پشت پرده اینا چی بوده که خبرنگارهای حالا اخراجی یا خبرنگارهایی که توی خبرگزاری فارس بودن کوچ کردن رفتن تصنیم. هرچند همشون خودتون میدونید که چه تفکری دارن. حالا خبری که راجع به من زدن چی هستش؟ که امین فردین یک خبرنگار پاپاراتزی هست که نمیدونم وظیفش داغ کردن تنور افرادی هستش که سایت شرط بندی دارن. انگار مثلا من اینجا شاترم، صبح به صبح نون وایدم میزنم داغ میکنم میره و میاد میگه که امین فردین چرا اخبار این به اصطلاح خودشون شاخه‌های مجازی رو پوشش میده که اینها رو یه کاری بکنه که فالوور بگن. عمده صحبتشون این بوده که فالوور بگیرن و مردم برن تو سایت‌های اونها بازی بکنن و امین فردین بازوی رسانه‌ای این افراد است. کل ادعاشون همین بوده. بریم ویدیویی که خبرگزاری فارس ساخته برای من رو ببینیم، بیاین من توضیح میدم. شبکه مافیایی سایت‌های شرط‌بندی نیاز به یک بازوی رسانه‌ای هم دارد. کسی که بتواند با یک بازی هنرمندانه رسانه‌ای هر روز به جمع دنبال کنندگان چهره‌های اینستاگرامی اضافه کند. مأموریت تحقق این هدف مهم و حیاتی برای گردانندگان سایت‌های قمار را به امین فردین سپردند. چی؟ مأموریت تحقق این هدف مهم و حیاتی برای گردانندگان سایت‌های قمار را به امین فردین سپردند. خبرنگار خودخوانده‌ای که چند وقت قبل به آن ور آب مهاجرت کرد و با راه اندازی کانال یوتیوب و به قول خودش افشاگری از ارتباطات بازیگران و سلبریتی ها در دنیای مجازی شهرتی دست و پا کرد. هم دستی در پولشویی و شبکه قمار و شرط بندی دارد چی؟ و هم وظیفه داغ نگه داشتن تنور حاشیه را به عهده گرفته است. این فرد بازوی رسانه‌ای سایت‌های شرط بندی است و پول آنچنانی می‌گیرد تا توجه‌ها را به شاخه‌های اینستا که سایت قمار دارند جلب کند. چرا قیمه‌ها رو می‌ریزی تو ماستا؟ خبرنگار خودخوانده توانایی رسانه‌ای عجیبی در راه انداختن جنجال و حاشیه دارد. امین فردین نصف راه را رفته و بقیه را به اداره کنندگان سایت‌های شرط بندی می‌سپارد
که چه کنند پای مخاطب از همه جا بیخبر که عموما خب ویدیو رو دیدید، با چه آب و تابی هم صحبت میکنه و میگه که ایشون بازوی رسانه‌ای هست و پول گرفته است فلان. اوکی، مگه شما این حرف رو نمیزنید آقای خبرنگار، آقای سردبیر، آقای خبرگزاری گنده‌ای که اسم تو تریلی نمیکشه، بودجه های میلیاردی از دولت دریافت میکنی و اونقدر هم بیننده نداری به اندازه حداقل امین فردین که خودتونم اقرار کردید در این ویدیو که امین فردین خیلی خوب وایرال میشه. خبرنگار خودخوانده توانایی رسانه‌ای عجیبی در راه انداختن جنجال و حاشیه دارد. اوکی، من 2 میلیارد تومان برای خبرگزاری فارس و این خبرنگار جایزه میذارم و پول پرداخت میکنم اگه سندی رو منتشر کنن که من پولی گرفتم. تا اینجاش 2 میلیارد تومان میشه مثلا بودجه 3-4 ماه خبرگزاری فارس که شاید هم کمتر، حقوق 50 که چه عرض کنم 500 سال اون خبرنگار. مگه نمیگید من 2 میلیارد تومان بهتون جایزه میدم؟ این نکته اول، اینو میذاریم کنار. میرسیم به نکته بعد. شما که میاد این خبر رو منتشر میکنید، تلفن منو که قربونش برم همتون دارید، یه زنگ نمیتونید به من بزنید از من سوال بپرسید که چرا مثلا لایو میذاری، چرا مثلا ویدیو منتشر میکنی. و جالبه یه عده میان میگن که امین فردین نمیدونم فقط خبر شاخه‌های مجازی رو پوشش میده. آقا جان من دوست دارم، رسانه‌ام خصوصیه، مال خودمه، کل امکانات هم همه میدونن چیه، بودجه میلیاردی شبکه‌های انگلیسی و بودجه میلیاردی شبکه‌های آمریکایی و بودجه میلیاردی دولتی رسانه‌های توی ایران هم ندارم، سیستمم خصوصیه. هر زمانی که صلاح بدونم یه موضوعی رو بررسی میکنم. حالا چون من این موضوع رو انقدر خوب میشکافمش، انقدر بهش میپردازم و انقدر خوب برای مردم جاش میندازم، مردم لطف دارن و رسانه منو میبینن و شما حسادتتون میدونید از کجاست؟ حسادتتون از اونجاست که من بیننده دارم شما ندارید. اکسپلورر اینستاگرام وقتی باز میشه ویدیوی من هست، شما نیستید. تا اینجا شو داشتیم. و نکته بعدی، آقا اوکی، من خود کسی بودم که 3-4 سال پیش منتقد سایت‌های شرط بندی بودم. چرا اون موقع خبرگزاری فارس شما خفه شدی چیزی نگفتی؟ از ما حمایت نکردی؟ چرا سایر خبرگزاری ها که ضد من خبر می‌زنید، من اون موقع راجع به سایت‌های شرط بندی صحبت می‌کردم، تازه اومده بود باید فرهنگ سازی توش صورت می‌گرفت، چرا همتون ساکت شده چیزی نگفتی؟ آها، الان از قدرت رسانه‌ای من میترسید، اینو بهانه کردید، میخواد با این روش منو بزنید. دمتونم گرم. اگر من مکتب رسانه رو بلد باشم، میدونم که شما چقدر بی سوادید و تو رسانه حریف من نمیشید، چون اگر میشدید اینجوری چرت و پرت نمیگفتید. حداقلش این بود که یه زنگ به من میزدید و راجع این لایو ها و راجع به این اخبار اینا از من سوال میپرسیدید. بعد خودتون که بدترید، خودتون این اخبار رو که الان دارید بهش پوشش میدید، الان من سوال دارم، شما الان این اخبار رو پوشش دادید، ویدیو درست کردید، 20 تا خبر گذاشتید، منم میتونم بگم که شما هم دارید تنور حاشیه مجازی داغ میکنید، هرچند به معروفیت من کمک کردید، چون افراد بیشتری الان دیگه منو دنبال خواهند کرد و اینجا شما فکر کنم ضرر کردید. از اون طرف منم به شما کمک کردم، چون به هر حال ما بیننده‌ای داریم که 100 سال این ویدیوهای شما رو نمیبینن. سوال مهمی که وجود داره این هستش که شما چرا صورت مسئله رو پاک میکنید؟ آقا اوکی، اصلا همه سایت دارن، همه دارن قمار میکنن، شمایی که داخل کشورید باید جلوشو بگیرید. قربونت برم، شما اون ور رو ول کردی، شبکه شاپرک رو ول کردی، مسئولان دولتی تو ایران رو ول کردی، نمیدونم کاری که تو ایران انجام میشه و فرهنگ سازی که بعد توی ایران بشه رو ول کردی، چسبیدی به من. شما دیگه کی؟ شما مشخص خودت دنبال حاشیه‌ای، چون باید این موضوع رو از یه جای دیگه شما بررسی میکردی و پیگیری میکردی. نمیدونم به اون کسایی که توی بانکن، به اون کسایی که حسابا رو میدن، به اون کسانی که کار صرافی رو میکنن، به اون کسانی که دارن توی ایران این شبکه‌ها رو مدیریت میکنن، بعد بری به اونا گیر بدی، به من گیر میدی. پس مشخص تو هدفت سایت‌های شرط بندی نیست، هدفت زدن منه. اینو دیگه هر آدم عاقل و بالغی میدونه. بعدش هم من بازم میگم، حالا قربونش برم، تو خبرهای سیاسی تولید نمیکنیم، چون اگه خبر سیاسی تولید میکنیم ما رو وصل میکردی به اسرائیل و موساد و امریکا و نمیدونم سایر کشورها دیگه، میگفتی از اونا داره تغذیه میشه. اونا نخورده، چیزی گیر نیاوردید، دارید به این گیر میدید.
شما مشکلتون این هستش که بودجه‌های میلیاردی رو دریافت میکنید و خرج فرهنگسازی جامعه نمیکنید. حرف من این هستش که شما برای فرهنگ جامعه هیچ قدمی بر نداشتید. تنها قدمی که برداشتید این بوده که فیلتر کردید، بلاک کردید، بستید. عمده ترین کارتون این بوده. در نهایت هم یه ویدیو منتشر کردید که تنگش بخواید طرف رو بکوبید یا خراب بکنید. به من میگه که شما نمیدونم الهی سلبریتی ها و نمیدونم بازیگرا افشاگری کردید. از چی میسوزن؟ از اینکه سر به زنگ‌های تاریخی، سر به زنگ‌های مختلف که یه سری سلبریتی هایی که اصلا سلبریتی اجاره‌ای هستن نتونن براشون اون کاری که باید و شاید انجام بدن. اونایی که با پول و امتیاز خریدنشون، ما اونا رو افشا کردیم، از اونم حسابی شاکی‌ام. وگرنه من بیش از 1200 ویدیوی افشاگری دارم. 7-8 تا لایو دارم دوستان عزیز. 1200 تا ویدیو در مقابل 7-8 تا لایو. چی شده برای 7-8 تا لایو صداشون در اومده واسه اون 1100 خورده 1200 تا ویدیو افشاگری هیچ حرفی نزدن، هیچ واکنشی نشون ندادن. بعدش هم یکی گندش در اومد که همشون درست بود. در هر صورت دمشون هم گرم، باعث معروفیت ما شدن و مرسی که تا این لحظه با ما بودید. به ما هم نقش شاتر دادن دیگه که کلا کارمون گرم کردنه. فقط فرق من و شما این هستش که شما اگر اخبار این سلبریتی ها و این افرادی که معروف هستن تو شبکه‌های مجازی رو پوشش بدید، کار شما خبرنگاریه. من اگر پوشش بدم میشه تنور این افراد رو گرم کردم. بله، اینا هم از شما یاد گرفتیم در مکتب خبرنگاری شما. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه